غضب مکن، غضب مکن، غضب مکن. همین گونه پیامبر صلی الله علیه و سلم چند مراتب این کلمه را تکرار کردند. برای آن تکرار کردند که این کلمه به دور کردن غضب و سبب‌های آن اهمیتی بزرگ دارد و غضب برای قلب انسان آتش و برای چشمش شراره آن است و شدت و سختی بر عصب و سرعت حرکت به سوی قصاص گرفتن و راه به سوی عملی بد است و بسیار انسان ها هستند که به تاریکی غضب گرفتار شده قطع صله رحم کرده آتش دشمنی را درگراندند و مسلمان عاقل و دانا به خاموش کردن آتش غضب پیش از در گرفتنش حرکت میکند. به درستی که در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و آداب‌های اسلامی سبب‌های آمده است که یاری به آن می‌دهد. از جمله آنها یکم خاموش شدن، دوم به ذکر الله تعالی و پناه جستن به او از شیطان رانده شده، طوری که الله سبحانه و تعالی فرمود و اگر وسوسه از جانب شیطان به تو رسد پس از الله پناه طلب کن، به درستی که او شنوا و داناست. سوره اعراف آیت 200. و قول پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است که مردی را دیدند که غضبناک بود، فرمودند البته من یک جمله را میدانم که اگر آن را به زبان گیرد غضبش برطرف خواهد شد. اگر اعوذ بالله من الشیطان یعنی به الله از شیطان پناه میبرم بگوید، آن احساسی که او را فرا گرفته است خواهد رفت. حدیث با روایت امام بخاری. سوم، تغییر دادن حالت خود و تکیه کردن که قول پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است که فرمودند هرگاه که از شما غضبناک شد اگر راست ایستاده است باید بنشیند، در عکس حال اگر خشم و غضب از او برطرف نشد باید با پهلوی خود دراز بکشد. چهارم، به یاد آورد که غضب انسان را به پشیمانی و عاقبت بد میبرد. پنجم، به یاد آوردن پاداش پرهیزگارانی که از عاملهای غضب دوری میجویند. الله سبحانه و تعالی فرمود و آنان که از گناهان کبیره و بی‌حیایی‌ها پرهیز میکنند و چون آنها به خشم میآیند میآمرزند. سوره شورا آیت 37. به عبدالله ابن مبارک گفته شد برای ما حسن خلق را در یک کلمه جمع کرده بیان کنید. پس گفتند ترک کردن غضب. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند پهلوانی در بازوی قوی داشتن نیست، پهلوان کسی است که خود را در وقت غضب نگه داشته تواند. حدیث با روایت امام بخاری و مسلم.